چرا امروز انقدر اینجا شلوغه؟ چرا هر بار من هر جایی میرم که ویدیو بگیرم انقدر شلوغه؟ نمیفهمم، درکش نمیکنم این شانس منو. اوکی، ول کن. امروز اومدیم با هم برنامه‌ریزی سالانمون انجام بدیم. نکاتی رو که من توی برنامه‌ریزی سالانه انجام میدم و بهتون بگم، با هم بررسی کنیم. یکی از دلایلی که این که چرا ما این همه وقتی یه هدفی رو شروع میکنیم وسط راه ولش میکنیم. من این برنامه رو نتیجه گیری از تجارب شخصیم، پادکست ها و کتابایی که خوندم و کلا شامل 5 مرحله است. تو این ویدیو قرار یاد بگیریم که چجوری برنامه ریزی کنیم که وسط راه اهدافمون رو ول نکنیم و مطمئن باشیم وقتی یه هدفی رو تعیین می‌کنیم که قراره تا تهش بریم یا تا جای مطلوبی بهش برسیم. نوشتن یه برنامه سالانه منعطف که بتونیم به تمام کارهای زندگیمون برسیم، به اهدافمون برسیم، برای من 5 مرحله است. مرحله اول، عزیز دلم، شما یا من خودم قول چراغ جادو نیستم، علاءالدینم نیستم که صاحب قول چراغ جادو باشه. برای همین در سال فقط 3 تا هدف اصلی داریم، فقط 3 تا. تمام زندگیت باید حول اون 3 تا بچرخه. یکی از دلایلی که من میگم فقط 3 تا اینه که ما انرژی و زمان محدودی داریم و این انرژی و زمان محدود رو اگر روی انتخابات زیادی بذاریم، خب کیفیت کمی دارن اون انتخابامون، ولی اگر روی 3 تا انتخاب محدود بذاریم بازدهیمون بیشتر میشه برای اون 3 تا و به لول بهتری ازش میرسیم. حالا برای مثال اون 3 تا هدفمون رو نوشیم. یکی از اون اهدافمون سلامت جسمانیه. بعد یه شرح ازش بنویسیم که حتما جواب این 2 تا سوال باید داخلش باشه. چرا میخوایم به این هدف برسیم و چرا این هدف برامون مهمه و حاضرین چه کارهایی براش انجام بدیم. این 2 تا از سوالای مهمه که من همیشه وقتی که میخوام درباره اون 3 تا هدف یه جمله بنویسم یا پاراگراف بنویسم داخلش جوابش میده. و این شرح نوشتن برای اون 3 تا هدف کمکمون میکنه اگر وسطای سال منصرف شدیم از انجامش یا اینکه خسته شدیم از انجام اون کار و رسیدن به اون هدف، با خوندن این شرح یادمون میاد برای چی اون هدف رو شروع کردیم، چه کار میخواستیم کنیم، به چه نتیجه‌ای میخواستیم برسیم. یه نکته خیلی مهم دیگه که باید برای نوشتن اون 3 تا هدف حتما رعایت کنیم و داخل پاراگراف هایی هم که برای اون 3 تا هدف می نویسیم باید بهشون اشاره کنیم، اینه که بر اساس اسمارت باشن. قسمت دوم که اصولاً باید خیلی بهش توجه کنید، این که وقتی یه برنامه دقیق و منظم و با جزئیات می نویسید که درصد خطایی خیلی کمی داره، باز باید یه انعطاف پذیری توی اون برنامه بذارید. انعطاف پذیری برای چی؟ یعنی که وقتی ما یه برنامه می نویسیم که دقیقه، سرمون رو مثل کپک نکنیم زیر برف و فقط اون برنامه رو انجام بدیم و از فرصت ها، اتفاقات یا به قول معروف شانسی که میاد در خونمون غافل بشیم. بعضی وقتا یهو میبینی اگر سر زیر کپک، مثل کپک زیر برف نباشه، یهو میبینی یه شانس میاد در خونتون میزنه و اگر تو حواست نباشه میره و خب اون شانس رو از دست دادی رسما، با اینکه آمادگیشو داشتی که اون اتفاق خوب توی زندگیت بیفته، چیزی که قرار بوده تو براش برنامه‌ریزی کردی، قرار بوده 3-4 سال آینده بهش برسی، ولی یهو میتونستی عرض 3-4 ماه بهش برسی. پس سرتون مثل کپک زیر برف نباشه. قسمت سوم، یکی از چیزهای خیلی مهم که خیلی قابل اهمیته، هدفهای جزئی هستند. من برای خودم به 2 قسمت تبدیلشون میکنم: هدفهای پشتیبان و هدفهای ادامه دهنده، که کاملا هم از اسمشون معلومه. هدفهای پشتیبان هدفهایی هستند که پشتیبان اون 3 تا هدف اصلی هستند. مثلا من اگه میخوام زندگی سالمتری داشته باشم، مستلزم اینه که باشگاه برم. پس باشگاه رفتن و ورزش کردن یکی از اون هدفهای پشتیبانه که براش برنامه‌ریزی می‌کنم.
این اهداف هم مثل همون اهداف یه دونه پاراگراف براش می‌نویسی. مثلا اینکه من دوست دارم این ورزش رو برم، 3 روز در هفته ورزش کنم و مثلا وزنمو بیارم به اینقدر برسونم تا این زمان، یا مثلا لایف استایل سالم، غذاهای سالم داشته باشم. خب مستلزم اینه که برم غذاهای سالم رو یاد بگیرم. هدفهای ادامه دهنده، هدفهایی که پارسال یا سالهای قبل شروع کردید، به عادت تبدیلشون کردید و امسال هم میخواید ادامهشون بدید و این یکم فرق میکنه. توضیحی که دربارش باید بدید اون حسی که بهتون داده، اون شرحش داخل اون پاراگراف میشه، اون حسی که بهتون داده سالهای قبل و میخواید امسال هم اون حس رو داشته باشید. مثلا من سالهای قبل کتاب خوندن رو شروع کردم و امسالم میخوام کتاب خوندن رو ادامه بدم. کتاب خوندن یکی از عادتهای ادامه دهنده منه. قسمت 4، آزمون و خطا کردن. خیلی خوبه توی برنامه‌تون باشه، حالا به شکل‌های مختلف. آزمون و خطا کردنه بدون هزینه است. ما خیلی وقت برام پیش اومده یه چیزی رو دوست داریم، مثلا یه ورزشی رو دوست داریم. گربه اینجا خوابیده. یه ورزشی رو دوست داریم شروع کنیم، یه کلاسی رو دوست داریم بریم، لباسشو میخریم یا دوره با هزینه زیادش رو ثبت نام میکنیم، ولی وسط راه متوجه میشیم که این مال ما نبوده، فقط تصور کردنش رو دوست داشتیم. خب این باعث میشه که هزینه زمان و انرژی ما از دست بره و ناامید بشیم توی زندگیمون که این اتفاق برای من خیلی 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 افتاده. یکی از راههایی که من براش پیدا کردم، من 2 تا ویژن بورد دارم داخل خونمون. یکی اونی که روی دیوار اتاقمه که اصولاً بالای 2 ساله، یعنی سالانه نیست، و یکی هم اونیه که روی لپتاپمه که سالانه است. روی دیوار اتاقمه تمام اون چیزاییه که من دوست دارم انجام بدم و تمام اون چیزایی که من دارم برنامه‌ریزی میکنم این انجام بدم. وقتی که اون چیزایی که دوست داری انجام بدی جلوی چشتن و دائما بهشون فکر میکنی که آیا دوست داری یا نه، به این نتیجه که میرسی دوست دارم برم، آیا به این نتیجه رسیدی که دوست ندارم، خب دیگه انجامش نمیدی، در میاد داخل اون ویژن بورد. اگه به این نتیجه رسیدی که دوست دارم انجام بدم، خب میری میگردی که کلاس رایگان، دوره رایگان، تحقیق بیشتر، الان ماشاءالله فضای مجازی خیلی چیزای رایگان داره که ببینی اصلا تو برای اون چیز ساخته شدی یا نه. یکی از چیزایی که من همین کارو براش کردم یوتیوب بود. اول اومد روی ویژن بورد اتاقم، بهش فکر کردم، خودمو سعی کردم توش قرار بدم که ببینم آیا آدم این هستم که ویدیو بگیرم، صحبت کنم. دیدم هستم. چندین بار همینطور خیلی خورد ویدیو گرفتم، دیدم آره حس خوبی بهم میده. رفتم ادیتو یکم دست و پا شکسته یاد گرفتم، دیدم آره خوبه، بهم حس خوبی میده. بعد اومدم روش هزینه کردم. حالا بعضی از چیزا هزینه ندارن مثل کتاب خوندن، ولی بعضی از چیزا مثلا اگه دوره‌ای بری، کلاسی بری، دانشگاهی بری، شاید هزینه داشته باشه براتون، که سعی کنید اگر دو دلید هنوز یه کلاسی، یه دوره‌ای رو برید که هزینه کمی داره تا مطمئن شید که آیا واقعا اون چیزی که میخواید این هست یا نه. بعد از اینکه این دوره ها رو رفتید، یا اینکه اگه دوره چیزی نبوده خودتون انجامش داد، مثل یوتیوب که من ویدیو شروع کردم میگه گرفتن، این بود که آره هست، دوستش دارم، واقعا سعی کنید جا و مکان درستش رو توی زندگیتون پیدا کنید و اونو تبدیل کنید به یه عادت. مثلا من یه کاری که کردم برای کتاب خوندن، الان عادت کردم روزانه 10 صفحه کتاب میخونم، یا روی مبل خونمون نشستم یا روی صندلی. مثلا قبلا روی تختم دراز میکشیدم، ولی متوجه میشدم که بازدهیش اونقدر خوب نیست چون خوابم میبره، یا میرم سمت گوشیم روی تختمم. برام روی حالت نشسته مثلا صبحهای زود یا بین ساعت 8 تا 10 شب من راحت تر کتاب میخونم. اینو حدوداً 1 سال طول کشید من تا فهمیدم که آقا من این سبک کتابو دوست دارم، کتاب فیزیکی رو ترجیح میدم به عنوان کسی که سالها کتاب نمیخوند، جز کتابای مدرسه‌اش هیچی رو نمیخوند. این پرسه فهمیدن این خیلی برام طول کشید.
قسمت پنجم، استفاده از تکنولوژی. یه چیزی که من سالها درگیرش بودم این بود که به خاطر اطلاعات زیادی که توی مغزم بود و دوست نداشتم فراموششون کنم، ذهنم خیلی درگیر بود. همش اینجوری بودم این یادم نره، اون یادم نره، این کارو کنم، اون کارو کنم، اینو اینجوری باشه، اون اینجوری باشه و تقریبا خیلی ذهنم درگیر بود. یکی از کارهایی که اومدم براش انجام دادم استفاده از 2 تا برنامه بود، تقویم گوگل و نوشن. تقویم گوگل برای کلاس هام، جاهایی که باید برم، چیزایی که باید تحویل بدم تا یه تایم خاصی، اگر جلسه‌ای، قرار کاری، قراری با دوستان دارم، همه توش وارد شده است. اینجور خیالم راحته، اوکی دیگه یادم نمیره. این خیلی زندگی منو آرومتر کرد، ذهن منو استرسشو کمتر کرد. یادت نره دیگه این وجود نداره. میگم اینجا زدمش دیگه یادم نمیره، این یه یادآوری میشه بهم. یکی از برنامه دیگه که گفتم نوشن بود. نوشن رسما 80% زندگی من داخلشه. تمام چیزهایی که کتابایی که خوندم، تمام رسپیای کیکایی که دوست دارم، تمام دوره هایی که رفتم یا به صورت رایگان حالا یا به صورت پولی که دوست داشتم، اون چیزی که ازش یاد گرفتم و نوشتم داخلش کامل و واقعا یه من داخل مجازیه. در نهایت چیزی که لازم به ذکر بگم، این برنامه‌ایه و روش‌هاییه که من از پادکست‌ها، کتابا، ویدیوهایی که دیدم یاد گرفتم و توی زندگی من جواب داده. و یه خواهشی که ازتون دارم، چیزایی که من گفتم و کپی بیست نکنید توی زندگیتون، چون سالها من این کارو کردم و جواب نداده. هر بخشش که به نظر شما به دردتون میخوره شخصی سازیش کنید و بیایید توی زندگیتون. مهمترین چیزی که هدفی که برنامه ریزی سالانه داره این که شما رو از این که چی کار کنم، کجا برم، اینا نجات میده و ذهنتون رو آروم میکنه. خب نباید برنامه ریزی سالانه یه باری باشه روی شونهاتون. برنامه ریزی باید استرستون رو کم کنه. اگر میبینید برنامه ریزی سالانه‌تون داره استرستون رو زیاد میکنه، یه جای کارتون میلنگه. جداً بهتون میگم یه جای کارتون میلنگه. چون من خودم سالها اینجور بودم که برنامه ریزی فشرده، دقیق، بدون انعطاف پذیری داشتم و از بس استرس داشتم برنامه ها رو انجام نمیدادم. ولی وقتی که منعطف ترش کردم، وقتی که عقلانی تر و واقع بینانه ترش کردم، راحت تر. اتفاقا خیلی اشتیاق دارم که اون برنامه ریزی سالانه رو انجام بدم و این خیلی خوبه. نکته خیلی مهمیه. اوکی، 3 تا نکته‌ای که به برنامه ریزی زیاد ربطی ندارن ولی حائز اهمیت دیدمشون، اینجا بهشون اشاره کنم. اینکه همونقدر که زمان و انرژی میذاریم با دوستامون میریم بیرون، سعی کنیم زمان و انرژی هم بذاریم تنهایی بریم بیرون و به کودک درونمون برسیم. نکته دوم اینه که زندگی شهری باعث شده ما از طبیعت دور باشیم. زندگی شهری پر از استرسه، پر از بدوه و طبیعت اینجور نیست. سعی کنید بیشتر در طبیعت قدم بزنید. نکته سوم اینه که تمام اتفاقات توی زندگی ما اومدن یه درسی به ما بدن و وقتی که ما با آرامش با اون اتفاق روبرو بشیم و اون درسش رو بگیریم، رد میشه و میره. پس خیلی ذهنتون رو درگیر اتفاقات منفی نکنید. سعی کنید درسشون رو بگیرید که ازتون رد شن و برن. بچه‌ها من امروز یه دونه مهمون دارم. مهمونمو میبینید؟ چقدر نازه، خیلی نازه. ای وای بچه، این خانمای پشت سر من فکر کنم از گربه میترسن.